سلام پسرم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. ببخشید پسرم، این ماشین مال شماست؟ بله. عزیزم میتونم از شما یه سوالی بپرسم؟ چرا این ماشینتون رو جلوی پارکینگ ما پارک کردین؟ ای وای ببخشید، من دیشب عجله داشتم، اینجا هم جا پارک نبود دیگه، همینجا پارک کردم دیگه. خیلی عذر میخوام. خواهش میکنم. من پدرم پیره، بنده خدا دیشب سکته مغزی کرد، اومدیم ببریمش بیمارستان که خب دیدیم این ماشین اینجا پارک شده، به اورژانس زنگ زدیم که اونم دیر شد. هیچی دیگه، دهنش کج شد، الانم که افتاده گوشه خونه. ای وای ببخشید، من نمیدونستم. خواهش میکنم عزیز من، اشکالی نداره، تقصیر شما نیست، شما که اصلا خبر نداشتیم ما مریض داریم. یه سوالی داشتم، تمام شب موتور این ماشین روشن بود، میتونم بپرسم چرا؟ من مکانیکی بودم، تعمیر موتور کردم، مکانیکم گفتش که باید چند ساعتی در جا کار کنه. پدرتون چطوره؟ خوبه الحمدلله، حالشون خوبه. نه اینکه من آسم دارم، اتاق پر دود شده بود، من یهو بهم حمله دست داد، افتادم زمین. اینه که به حالت مرگ سینه خیز خودم رو یه جوری بالاخره رسوندم به پنجره. من تو رو خدا منو ببخشید، من دزگیریش هم تمام شب آژیر کشیده، تفلک خانومم یهو این ناغافل از خواب پرید، شوک بهش دست داد، چشاش چپ شد. به جون مامانم منو ببخشید، تو رو خدا دیگه قول میدم تکرار نشه. اشکالی نداره، شما خبر نداشت، تقصیر شما نیست عزیزم. به هر حال حادثه. سلام علیکم. خوبی شما؟ پسر ماشین مال کدوم یکیتونه ها؟ چرا ماشینو گذاشتین دم پارکینگ؟ آخه کار درستیه؟ ببینم تو پسر فخری خانم نیستی؟ بله خودشون. پسر فخری خانومه. مگه فخری خانم 2 تا پسر داشت؟ نه خیر، همین آقا پسرشون. ماشاءالله. بنزین ماشینتون هم همینجوری میره. اینجا سرازیری دیشب نشت کرده تو گاراژ، پسر کوچیکم با کبریت بازی میکرده، یهو گر گرفته. ما الان داریم از بهشت زهرا میاییم. خودتو ناراحت نکن پسرم، دیگه ماشینتو دم پارکینگ نذاری یا باشه؟ ماشاءالله. بارکالله. آفرین.